درست کمی قبل از نیمه شب 17 ژانویه 1968، 31 نیروی کماندوی کره شمالی با نفوذ در خاک کره جنوبی مسیر رسیدن به کاخ ریاست جمهوری این کشور را در پیش گرفتند. مأموریت اونها در این عملیات فقط یک چیز بود: کشتن پارک چونگ هی، رئیس جمهور وقت کره جنوبی. این کماندوها که بخشی از نیروهای با آموزش ویژه موسوم به یونیت 124 بودند، قرار بود با ورود به یک مجموعه ساختمانی 62 هکتاری در کاخ آبی، ایست و بازرسی‌های بیرونی مخفیگاه رئیس جمهور را دور بزنند و یک حمله همه جانبه را به ساختمان اصلی انجام بدند. اما فقط 100 متر به هدف مانده بود که همه چیز خراب شد. در این ویدیو قصد داریم ماجرای بزرگترین سوء قصد کره شمالی علیه مقامات کره جنوبی را روایت کنیم.